Rajabali Ibroni. مریم اوچا لبا بیا بچه. سلام علیکم اوچا جان. السلام علیکم. اوچا جان بخیر دختر زموندگی خودتون وانه شدستین خودتون کار بار کردستین. بخیره بچم خواستم جای تازه کنم. مریم چیکار میکنه؟ مریم میکنه بعدی کار اوچا. مریم بجود هم لباسای مرا اوتو کنه. راستی گپ دیروز نیکو دورای بگه همجا رفتن در کار. مریم نه اومده یکم کارش بر اومده که کم کردی. مریم تو زیرا نیومده اوچا؟ نه اومده. مریم باید ساعتی 5 اوچا جان در خونه باشه. نه 5 5:20. یه ساعت 5 نمیشه اوچا جان. نیم ساعت های من گذشته. کارش 5 تموم میشه اوچا. 5 دقیقه دیگه تو خونه را باید بیای برسه. ولی تو زیرا نیومده یا؟ نه اومده. آخی ما از یگان گپ بگم اوچا با شما میخزیم طرف دخترتون رو میگیریم. باید دختر در این ساعت اوچا در خونه باشه. در کوچه نباشه اوچا. بی خونه داریم. بی خونه داریم. این بچه اوچا جان من شما را نگفتم که همین دخترم نه کار کردنش در کارای نه پولش در کارای نه همین خونه بر اومدنش در کارای. در همین خونه چی نمیرسه که اوچا اجازت دادن که کار کنه. من گفتم من راضی نیستم برای کار کردنش. در کار نیست. من همه چی را تامین کردگی من همه چی را آوردگی اوچا. خودم ایسر تو بگرم میچم کار میکنم مهنت میکنم که همه شرایط شما مهیا باشه اوچا. ای دخترت باشه گفتی کارش مون چقدر بگذشت اوچا. من گفتم هم طرف کار کنه جهان بینیش وسیع شود عصباش آرام شود. یعنی خونه آدم زهر میگیره بچه زهر آدم میگیره. اوچا جان الان این مایده این امروز که نیم ساعت دیر کرد پگه 1 ساعت دیر میکنه روزی دیگه 5 ساعت دیر میکنه بعد بود یک روز 2 روز خونه نمیویه اوچا. امی همه چی هم خیلی ذره عاقبت دریا میشوه عاقبت بلا میشوه عاقبت دردی سر میشوه اوچا. از ایمه گپ زنم شما همه خفه میشین میگه که دختری مرا گپ میزنی. دختری با پدر مادر دختری با ناموس دختری که مثالی گپ که آبروی پدر مادرش فکر میکنه آبروی برادرش فکر میکنه آبروی خانواده‌اش فکر میکنه. بعد کار اوچا ساعتی 5 بیرون چیکار میکنه؟ در کوچه چیکار میکنه اوچا؟ من این اجازتش دادم که کار کنه و بعد کارش چی بنیست اوچا در خونه چی بنیست کجا دای؟ بچم اینا آمد به فکرم. سلام چی اینجا؟ به خاطر سخن مادر به خاطر نرنجیدن مادر الان که من نه به کاریت نه به پولیت نه به مهنتی که احتیاج ندارم ترا اجازه دادم به خاطر مادر که کار کنی. اتت آرام که آدمگاری بر اومدی ها؟ ساعتی چند کار بود میکنی؟ ساعت 5. اینجا چند ساعت؟ 5:48. 5:48. تو باید ساعت چند کار میبر اومدی؟ ساعتی 5 ها؟ ساعتی 5 کار میبر اومدی تو 5:10 اینجا میرسیدی ها؟ در کجا بودی؟ دیگه مادرم و پجانکو میرسونم که پجانای ما تلفنی دستی شما برای فقط ویدیو تماشا کردن و زنگ زدن نیست. شما میتونید توصیه هم تلفن موبایلتون در خونه بشینید خونه نبروید. در یک مکمی کم 80000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای بکار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. دانشجو دخترک و 100% میتونین کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما رو هم 100% میتونین کار کنین. برای بکار قبول شدن شما یگون کسب پول نمیتونین التماس نمیکنین. فقط در یک روز 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و برای بکار قبول شدن رقمای واتساپ بالای اکران دایرکتری شرکت فابلیک اپای مهرناز بانو اینا میدو درکتون رجبالی برونی مراجعه میکنین. اپای ما تمام نوزکی کار نقطه به نقطه شما رو میفهمونه به پول یاد میته و شما رو میتونید رنگی همه اپاجانی ما یعنی که پول خوب به دست بیارین. و گفتن همون در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبی داره. 21 روز پس شما معاش میگیرین. غیر معاش هر ماه توفه میگیرین. غیر توفه وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابلیک کار میکنین دایرکتری شرکت فابلیک میشین در این حالت 20000 تومانی از جانب شرکت شما را توفه میدن جاشده غیر یک چله طلا این از جانب همین اپای مهرناز قبول میکنین. برای همین
ҳаракат кунем бинависем ва гуфтан ҳамона ки вақте ки шумо дар ширкати фамилӣ кор мекунем бо барои таваллуди ҳар як фарзандтон 10800 сомонӣ дига тӯҳфаатон метавад. барои ҳамин ягон каса гӯш накунен, бидуроен, ҳаракат кунен, кор кунен. ина WhatsApp дар ҳамиҷа мондагиай. соҳиби маоши хуб шин, просто так нашин. чандай соат? 5:48. 5:48. تو باید ساعت چند کار میبرومدی؟ ساعتی 5 ها؟ ساعتی 5 کار میبرومدی تا 5:15 اینجا میرسید یا؟ در کجا بودی؟ یه بار فکر میکنی که من در کوچه وقتی میگردم در این ساعتی شب در این ساعتی بگا آبروی پدری ما میرزه، آبروی مادری ما میرزه، آبروی خانواده ما میرزه. و دختری با پدر مادر دختری اکادور در کوچه در این ساعت چیکار میکنه؟ در کوچه در این ساعت چیکار میکنه؟ در کجا بودی مطرح گفتم؟ تو ساعتی 5 بود کردی. این یک ساعتی دیگه در کجا بودی؟ اکا جان مزای دیگونم گرفتن بانیتا بودیم شما. کوچه؟ این مزای دیگوناش گرفته دختره یا؟ تو دختری؟ کدام دیگونات؟ دیگونایی که اینا دیده بودینشه. دیگونایی که دینا تا کارخونه را بردم تو نه؟ آبا یعنی که سخن اکا دنازی تا قدر نداره؟ من ترا دینا 1 ساعت لکسیا کردم فهموندم گفتم خواری اکاش قطعی خیلی بیوزن قطعی خیلی زنی به شوهر رفت آمد نکه چشت خیز نکه دوستی نکه آبروی ما میرزه ما سرخه میشیم ما شرمنده میشیم. اتک سخنی اکد برای تو قدر نداره؟ سخنی اکد برای تو بی اهمیت، آبروی اکد آبروی مادر برای تو بی اهمیت ها؟ تو دیگه در حیات نیافتی یگان آدم که قطعی یک بیوزن دوستی میکنی. تو دیگه نیافتی آدم که قطعی یک آدمی به شوهر دوستی میکنی. بچم هر چی که به دهان و داماد گفتن میگیری. خداوند تا دهان و زبان داد چیزی که خواستی همه گپا گفتن میگیری. تو چقدر بیوزن میگویی؟ تو چی بدر بیوزن دیدی؟ تو چقدر طعنه میکنی؟ کیم من مادرت من بیوزنم. من با بیوزنیم هر دوی شما کلام کردم. تو در رو برای من بیوزن میگویی؟ تو مرا بیوزن میگویی؟ در کوچه مرا چی میگوین؟ در کوچه مرا چی میگوین؟ تو فراموش نکن اکثر این بیوزن ها از هزاران مردها دیده مردترند. چون که بالای ضعیف بودنشان، بالای بیچاره بودنشان، بالای بدبخت بودنشان، بالای تنها بودنشان چندین فرزندای کلان کردن، چندین فرزندای تربیه کردن، چندین فرزندای خوراندن و پوشاندن. لیکن با مثل شما برای نامردها آبروی خودشانه، ناموس خودشانه، زن و فرزند خودشانه در کوچه نپرتفتند. محتاج در هر مرد و نامرد نکردند.